به نام آن که دل کاشانه اوست، به نام آن که دل کاشانه اوست، چراغ هر کس در خانه اوست. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و درود بی پایان نثار یکایک شما زبان آموزان گرامی، دانش آموزان عزیز، برادران ارجمند، همگی شما را به افیر نوبتی امروزه خوش آمدید و خیر مقدم میگویم. و امروز آخران درس انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم است. یعنی آخران درس انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم 1، یعنی کتاب اولش الکی به انجام میرسد. خب دلشاد تجه سلام علیکم استاد. و علیکم سلام بلکسی سلام هلو. دلشاد تجه یکم لایک ایوان تشکر زیاد. دلشاد تجه از دلشاد تجه و از دیگر دوستان خواهش میکنیم دیگر استاد نگویند بهتر میشود، به خاطر که یعنی ما کجا و درجه استادی کجا. خب اگر یکون تیچر معلم گوید بهتر میشود. استاد چه حال دارین؟ شکر خدا خوبیم. تنجیم شما خوبین؟ تنجین رمضان چه خیلی گذشته استیم؟ امشب به فکرم شب قدر است. میخینه ماینا شکر مصطفی سلامت باشین. خب بله شب قدر است. خب دیگر کوشش میکنیم که وقتتون رو کمتر بگیریم امشب. چخیلی گفتیم امروز اکا بگویم میشود اکا میشود، دنیای زبان ها میشود، معلم میشود. المهم استاد نگویم بهتر است. خب بانوی پرهنر سلام علیکم اکا جان. و علیکم سلام، خوش آمدین بانوی پرهنر. بانوی پرهنر به فکر شما از 1000 بالا هسته. اگر از 1000 بالا باشه زحمت نشود و سرپشتتون مونین، یعنی برادرها باز زیادتر بیان، برادران خواهران و اپا، یعنی استفاده بیشتر شود. فکر میکنم خیلی خوب میشود. بلکسی امشب شب قدره. بله دلشاد تجه علیکم سلام بانوی پرهنر چه حال داره؟ علیکی و علیکم سلام سرا شدمن سلام استاد جورملک. و علیکم سلام یاسمین جان خوبی؟ تنجی سلامتیت خوبه؟ تشکر برای لایکات. علیکی خوش آمدین همه کسا. دسترخوان زیبا همینجا هستین. یک دسترخوان زیبا بود کم کم در سرپشست باش میمون دیگه موندین نموندین. دسترخوان زیبا همینجا هستین. دوستان گرامی در کانالی پای گرامی بانوی پرهنر.
خب بلکسی خوش باشید. عایشه گلوم سلام علیکم استاد سازین خوبین دیر کردم این درس نه اول دیر نکردیم نه سر کردیم اول درس سر نکردیم نه افیر سر کردیم. خب دنیا ورد سلام علیکم سلام خوش اومدین برادر عزیز دنیا ورد مایل شکر جان حاضر تشکر زیاد به اونوی پرهنر که برای ما در اینجا که گذاشتین. سر 85 یعنی یاسمین بس این یک روزه که شده است. خب بخیر است انشالله. یاسمین جان یعنی دوستان گرامی یاسمین جان میگم یعنی خواهرک میشناسین همتون یعنی تقریبا نمیدونم که چند سال است چون مایده است یعنی سنفی شاید 3-4 باشد با هم خاطر یاسمین جان میگم. خب دلشاد تجه علیکم السلام خوشخونه با بسم الله همه کسان نقد هستین شکری خدا خوش آمدین خوشخونه با بسم الله دنیا ورد خوب هستین برادر شما خوبین شکری خدا خوبیم تنجیم سلام دسترخون زدن و علیکم سلام دسترخون زیبا در سب 6 ساعتون مونده هر شبی جبی اومد خبرش دینه با فیلم نموندین که مونده بودین دیرتر مونده ندیدیم. خب اینه بانوی فرهنر هم یک نفر دیگه زیاد شد در سب 6 تا موندن بانوی فرهنر تشکر زیاد اپای گرامی. دست کجاش باشین با بانوی پرهنر امروز یعنی در کتاب نیو گرامر تایم در آخران درس هستیم. موضوع present continuous یعنی زمان حاضره دوامدار در زبان انگلیسی و امروز این کتاب را تمام میکنیم. الکی فکر میکنیم قریب 1 ماه شد یعنی با فکر میکنم 3-4 روز پیش از رمضان سر کرده بودیم. اگر الله ولی که اینجا باشن یکی کسانی که یکم بار با ما سر کردن در یکم درس یعنی بودن الله ولی که بودن و بسیر 91 بودن و در سرخون زیبا بودن با فکر میکنم 3-4 روز پیش رمضان بود یعنی تقریبا 1 ماه شد. امروز تمام میکنیم و فردا با پیشنهادی بعضی از دوستان یعنی همین کتاب رو از قسمی دویمش میگیریم یعنی این نیو گرامر تایم 1 است یعنی کتاب یکم است و فردا از کتاب دویمش میگیریم. کسانی که نوآموز هستند فرصتی بسیار خوب است و خاطری که در بین درس وقت میآیند یعنی در بین کتاب اومده بودن بعضیا گفتن که ما الکی در بین اومدیم دیگر نمیفهمیم هیچ چیز نفهمیده استیم پس فرصت بسیار خوب است که از کتاب دوم همین موضوع ها سر می شود. یعنی نگاه کنیم در کتاب یکم ما درباره چی گپ زده بودیم درباره article a و n و plural nouns یعنی شکل جمعی اسم ها مثلا درباره verb to be گپ زدیم subject pronouns گپ زدیم همون موضوع ها در اینجا تکرار می شوند اما با شکل دیگر یعنی با یک شکل مفصل یعنی در او کتاب اول یعنی یک مختصر آورده بود یعنی به شکل کوتاه فشرده و در اینجا باشد به شکل مفصل پره و با بعض علاوه های دیگر مثلا در کتاب یکم like love hate want to let's اینو نگرفته بودیم must نگرفته بودیم was were یعنی زمان گذشته نگرفته بودیم یعنی بسیار چیز هستن که در کتاب علاوه شدن و انشالله که فکر میکنم فرصت خوب است برای کسانی که نوآموز هستند. خب دلشاد تجه علیکم سلام فیضی ما خوب هستیم شما چی و کجا شد از تلفن کامنتر خونده نمیشه و بالا میره من. خب یک لحظه کامنتر رو خونیم با درس آغاز کنیم اگر دوستان زید نباشن بخاطر که یادو کاز بفرم درباره درس پرسیده بود. خب بانوی فرهنر دست علیکم سلام من اولی سر شبی شباید تماشا کنم ها اکا جان
خب یعنی میتونن که همین کتاب یکم از افیرها ثبت میشوند، یعنی میتونید از اول آغاز کنین تماشا کنید و میتونید از کتاب دیگه نیز در افیرها اشتراک کنید، یعنی که هر طرزی که دوست دارین. Time is gold. سلام علیکم و علیکم سلام. خوش آمدین برادر عزیز. Time is gold. الله علیکم نغز احمد اشخانه و علیکم سلام. علیکم سلام. Time is gold. Time is gold. Hello. Welcome. Time is gold. How are you? Hi. الله علیکم. Time is gold. علیکم سلام. اشخانه. اشخانه و بسم الله. Thank you very much. I am fine and you. خب خب دیگر در اینجا کامنت یعنی مربوط به ما نیست، یعنی مثلا سوال به ما نیست دیگر. اگر دوستان اجازه دین میرویم به سراغ کتاب. خب علی خیرات همینجا هستن. علی خیرات تایم از گل آمدن و باز کی بودن؟ خب اپای بسیر 91 روزک شده هستن میاین انشالله. یاسمین جان خواری عزیز من همینجا هستن. عبدالبصیر همینجا هستن. خب اینها رو گرفتیم. استاد بخشید من استاد ای درس برو میگم نو ای دختر آمدم خسته بدم کمتر بچه مزش گرفته بود گشته درس تکرار تماشا میکنم. مایلش عایشه گلاموف تشکر زیاد برای آمدنتان و خداوند شفای کامل و شفای عاجل نصیب روزیتان بگردونه، یعنی فرزندتونه هر چیز زودتر شفا یابن. خب چه خیلی که در انگلیسی میگن get well soon یعنی بزودی خوب شوند. دلشاد تیجی I'm okay thank you. علی خیرات yes my best teacher I am here. Okay thank you very much علی خیرات. خب present continuous گرفته بودیم. present continuous موضوع درسی گذشته بود و امروز تمرین کار میکنیم با همین این کتاب رو به انجام میرسونیم. خب all forms یعنی تمام شکل ها، یعنی ما یک درس درباره جانشین های شخصی I, you, we, he, I, you, we, they گرفتیم. نکه هزار بخشش اگر جان اومده اینی حال وقتی افتار واضح امکانیت ندارم بعد افیرتان خدا خواهد تماشا میکنم. مایلش اپای بولوی پرهنر تشکر زیاد برای آمدنتان، رحمت برای درس هفشست و گذاشتنتان. زنده و سربلند باشین. خب انس تیوی سلام علیکم و علیکم سلام. خوش آمدین برادر عزیز انس تیوی. همه کسی سوزین خوبین شکری خدا خوبین. خب دیگر با درس میپردازیم. در اینجا گفتیم درباره تمام شکل ها گپ میرود، یعنی درباره تمام جانشین هایی که ما گرفتیم I, you, we, they و he, she, it. خب نگاه کنیم spelling rules verb plus ing. spelling rules یعنی قاعده های تلفظ، قاعده های گفتار، یعنی گفتاری همون کلمه. مثلا verb plus ing یعنی فعل با همراهی ing همون پسونده هست که افاده زمانی حاضره رو میکند، یعنی اون کاری رو که ما حاضر انجام داده ایستادیم. خب مثلا در اینجا نگاه کنیم هر کلمه ای که ا میگیرد، یعنی ای مثلا به زبان ترکی ای اما در زبان انگلیسی ای، هر کلمه ای که ای میگیرد پس اون کلمه هنگامی چی میگن پیوست کردن یا اضافه شدن پسوندی ing پس این ای حذف می شود، یعنی پاک کرده می شود و در جایش یعنی ing می آید. مثلا dance یعنی dancing یعنی رقص. خب رقص یا که اگر با یک جانشین بیاد یعنی رقص کردن، رقص میکند یا رقص میکنیم. اما dancing یعنی رقص کرده ایستاده است، حاضر. خب کسی که باشد مثلا رقص کرده ایستاده ام یا رقص کرده ایستاده اید یا رقص کرده ایستاده اند، مثلا حاضر انجام یافته ایستاده است. یعنی coming close آمدن، coming close بستن، closing ride راندن یعنی دوچرخه راندن،
اسب سواری کردن. riding write نوشتن. writing where that end in a vowel plus consonant. یعنی میگه که کلمه فعل هایی که با صداناک و همصدا آغاز انجام یابد. end یعنی انجام یافتن. end یعنی انجام یافتن. مثلا swim یعنی swimming. run یعنی running. stop یعنی stopping. sit یعنی sitting. مثلا نیا کنیم اینجا کلمه با همراهی یعنی صداناک و همصدا انجام یافته است. یعنی vowel صداناک، consonant یعنی همصدا. خب نیا کنیم run یعنی صداناک همصدا. stop صداناک همصدا. sit صداناک همصدا. مثلا یعنی vowel consonant vowel consonant vowel consonant vowel consonant. پس وقتی که هر فعلی که با vowel consonant انجام یافت، همون consonant یک بار دیگر تکرار می‌یابد، یا همون همصدایی که در آخر کلمه است همون بار دیگر تکرار می‌یابد. مثلا swim swimming یعنی swim شنا کردن swimming. run دویدن running. stop یعنی stopping. stop یعنی ایستادن توقف کردن. sit شیشتن نشستن sitting. خب look در اینجا نگاه کنیم sleeping یعنی بعضی استثنایی هستن که میگوید نگاه کن. وقتی گفت که نگاه کنین توجه کن که این به این قاعده ربط ندارد. مثلا در اینجا دو حرفی صداناک آمده است. وقتی دو حرفی صداناک بیاد پس به این قاعده ربط نداشته است. فهمو شد؟ یعنی sleeping. و در اینجا توتی میگوید be careful with the spelling. be careful یعنی با دقت باش. with the spelling همراهی تلفظ کردن. همراهی تلفظ کردن مقصد تلفظ کردنی فعل ها مثلا. خب رقمی 7 یعنی در اینجا تمرین است. میگوید look read and write یعنی نگاه کن بخوان و بنویس. quiet یعنی کار که we are doing our homework. میگه که کار که آرام باش ساکت باش. quiet یعنی آرام باش ساکت باش. مثلا یعنی ساکت باش ما وظیفه خانگی رو انجام داده ایستاده ایم. یعنی عین زمان ما انجام داده ایستاده ایم. خب در اینجا مثلا توتی لا 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 یعنی به گفتی خود سرود سرایده ایستاده است. بعد زوی میگه که چه آرام باش ما وظیفه خانگی رو انجام دادیم. این doing از کجا آمد؟ از اینجا. یعنی رقم 1 رو نگاه کنید در اینجا do آورده است. do رو در زمانی حاضره دوامدار انجام میدیم یعنی کار میکنیم. پس رقم 2 یعنی رسم 2 یکم کسی اگر آماده باشد مرحمت. رسم 2 کلمه یکم کلمه سوالی است. jump یعنی پریدن یعنی از جا پریدن. dance یعنی رقص کردن. خب dance کلمه jump در جمله سوالی باید بیاریم و dance در جمله تصدیقی در جمله خبری. مرحمت رقم 2 یکم کس جواب دارد. خب انس تیوی افیر سابشست کنم بهترین میشود. تشکر زیاد خیلی مینداریم اگر سابشست کنید دسترخوان زیبا فوراتون کنید سابشست و انس. خب دنیا ورلد بکن سابشست و خیلی خوب میشود. انس تیوی افیر سابشست و کام. خب تشکر زیاد برادر انس تیوی رحمت برای دستگیریتون. خب دوستان آماده هستن؟ یعنی رقم 2 مثلا جمله یکم جمله سوالی است. جمله دوم جمله دوم در اینجا دو جمله است. یکی جمله انکاری است دوم جمله خبری است. رقم دوم time is gold دنیا world diamond king یوسام جان. خب با کی از اینجا خب time is gold نگاه کنیم. رقم 2 مثلا jump آورد. ما گفتیم که در زمانی حاضره دوامدار قرار داریم. پس در زمانی حاضره دوامدار سوال ها با چی آغاز می افتند؟
یعنی do does در زمانی چی بود؟ در زمانی present simple بود، یعنی در زمانی چی میگن، زمانی حاضره ساده، در زمانی حاضره ساده بود. اما در اینجا در زمانی حاضره دوامدار قرار داریم. پس در زمانی حاضره دوامدار کلمه های سوالی که در جمله سوالی استفاده می شوند چی هستند؟ دلشد تجه اکاده ممکن من هستند دیگر بخشش. بله اون دفعه حلش کردین. بخشش. خب برادر دلشد تجه همینجا هستیم. مرحمت. رقم 2 رو کار کنیم. زمانی حاضره دوامدار است. زمانی حاضره دوامدار. و علی خیراد رو نیز فراموش کردیم. برادر علی خیراد همینجا هستن. با کی هست؟ خب دنیا ورلد. is he jumping درست. خب no he isn't درست. he is dancing بله درست. دنیا ورلد جوابتون درست است. دوم look he jumping. خب در اینجا کلمه سوالی time is gold چگونه که دنیا ورلد جواب دادن همین خیلی است، یعنی is no he dancing. no he چگونه که کی جواب دادن دنیا ورلد. no he isn't یعنی اول انکار میکنیم بعد میگیم که he is dancing. سر 85 do he jump. یوسان جان do در زمانی present simple استفاده میشد. present simple این زمان ما در زمانی present continuous قرار داریم. is he میاریم. is he jumping no he isn't he is dancing. خب دلشد تجه is he jumping no he isn't he is dancing. بله جواب دلشد تجه نیست درسته. الله ویلی که is he jumping درست. جواب الله ویلی که نیست درسته. Black Sea is he jumping no he isn't he is dancing. بله درسته. Black Sea جوابتون درسته. فقط چخیلی گفتیم کلمه dance همون ایه که در اخیر است همون پاک کرده می شود، یعنی dancing میاد. is he jumping یاسمین جان درست. انا میخه is he jumping جواب یاسمین درست. is he jumping درست. جمله سوالی است. is he jumping درست است. و یاسمین با جوابای دلشد تجه نیا کنین و با جواب دنیا ورلد نیا کنین. الکه جواب دادگن no he isn't he is dancing. خب رقمی 3 و 4 رسمی 3 و 4 اول 3 رو کار کنیم. خب اول 3 رو کار کنیم بعد 4. رقم 3 جمله یکم جمله تصدیقی است و در اینجا جواب نیست، جوابی تصدیقی است مثبت یعنی. خب یکمش eat دویمش come. یعنی من این زمان شکلات خورده ایستادم. چه خیلی میگیم با زبان انگلیسی look کارکی یامی یعنی یامی چه خیلی گفتم جالب با لذت لذیذ. chocolate wait I یعنی منتظر باش من آماده ایستادم میشود. I'm eating chocolate look کارکی یامی درست. دلشد تجه درست. طرزی جواب یعنی جواب یکم درست. I eating یاسمین جان درست. دنیا ورلد I am eating chocolate درست. دنیا ورلد درست. جمله یکم جوابی خوشایف. جمله دیوم دم میگذاریم chocolate wait I دوامش wait I am coming. بله دلشد تجه جوابتون درست. دلشد تجه جواب درست. Black Sea جواب درست.
دنیا world wait I am coming درست دنیا world جوابتون درست علی خیرات I eat wrong I eat wrong منظورتون رو نفهمیدم علی خیرات یعنی اگر منظورتون حوض خود باشه پس I'm eating می شود I'm eating اگر wrong باشد یعنی W قطعی یعنی نادرست من نادرست میخورم مثلا شاید ترجمه شود Black Sea chocolate wait I am coming درست Black Sea جوابتون درست Black Sea جوابتون درست خب رسمی 3 جوابی خود رو یافت میگذاریم به رسمی 4 رسمی 4 جمله یکم جمله سوالی است question علی خیرات I eating wrong I am eating می شود I eating علی خیرات I am eating wrong رو نفهمیدم راستی معنیش چی است اون دوستان اگر معنی wrong رو داند ترجمهش نویسن رقم 4 رسمی 4 یعنی یکم جمله سوالی است و دوم جمله انکاری است یعنی جمله منفی 4 Now you have closed the window now دلشد تجه نه این خیلی نمیشود دلشد تجه این خیلی نیست خب دنیا ورد Are you closing the window خب آن این درسته Are you closing the window به خاطر که ما در زمانی حاضره دوامدار قرار داریم سوال درسته دنیا ورد درسته Yes he is now Yes he Yes Yes he نه نیا کنیم دنیا ورد جواب دویم جواب انکاری است yes مقصدش جمله مثبت نیست فقط yes یک yes گفته است یعنی تمام علی خیرات I meant what Sarah wrote I meant what Sarah wrote راستی نفهمیدم علی خیرات منظورتون راستی نفهمیدم Are you closing the window دلشو تجه درست یوزمین wrong خطا بله wrong با فیلم یک W در اولش بیا خطا می شود Black Sea Are you closing the window درست Time is gold Yes he's singing now درست Time is gold درست برای جمله انکاری است جمله یعنی منفی Yes Yes he's won't sing now we can't do or نه درست دنیا world he isn't singing he is not singing علی خیرات wrong غلط فهمو wrong غلط میشنه است تشکر زیاد دنیا world he is not singing میشود یعنی he is not singing now یعنی الان وای سرود نخوانده است به خاطر در رسم یک سرود خوانده است بود he isn't singing now بله now درست شد دنیا world دلشد تجه he isn't not یعنی وقتی he isn't اومدیم دیگر not نمیاریم دلشد تجه he isn't singing یعنی که he is not singing now حاکم جان السلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین تجکلیات سلام به همه مردم مسلمان و علیکم سلام خوش آمدین closing بله یاسمین اگر منظورتون مقصدتون سوال یکم باشه پس درسته یعنی are you closing the window درسته Black Sea he isn't singing now بله درست خب میگذاریم به صحیفه دیگر در اینجا نیا کنیم میگوید write the ing forms یعنی شکل ing رو در اینجا نویسید یعنی در این جدولی که آماده کرده است در اینجا منظورش drive, sing, run, watch, sit, write, fly, ride, swim خب در این قطار میگوید فعل های میگوید که
مثلا در اخیرش y دارد و ing پورا میگیرد. در اینجا فعل های میاد که مثلا در اخیرش ای دارد و ای حذف می شود و ing میاد. و در اینجا مثلا فعل های میاد که چقدر گفتیم یک صدانو و همصدا دارد در اخیرش و همون همصدای آخر تکرار می یابد، یعنی stop stopping مثل همین. Black Sea he isn't singing now بله درست. دلشد تجه he isn't singing now بله درست. سارا اشتوتپان he isn't singing بله درست. جواب های Black Sea دلشد تجه یوسمین درست. خب این رو کار میکنیم. در این قطار فعل های میان که ing میان، یعنی که ما یگان چی را حذف نمیکنیم، پاک نمیکنیم و یگان چیز دیگه علاوه نمیکنیم، یعنی به شکل معمولی است. مثل اینکه مثلا sing singing. خب در اینجا باز چی است؟ watch watching، fly flying مثلا. خب در قطار دوم ما باید ای رو حذف کنیم، باقی مانده رو ing علاوه کنیم. مثلا drive ای رو حذف میکنیم driving، write ای رو حذف میکنیم writing، write ای رو حذف میکنیم writing. خب در قطار سوم مثلا کلمه های میان که فعل های میان که با واول و کانسوننت خاتمه یافتند و اون کانسوننت اخیر تکرار می یابد. مثلا در اینجا نگاه کنیم کدام کلمه بود؟ sit sitting ت تکرار می یابد، swim swimming م تکرار می یابد. خب باز چی بود در اینجا؟ run run running تکرار می یابد. پنجکن تیوی سلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدین. سارا 85 چهارم ریدینگ بله درسته. رایدینگ و علیکم سلام، خوش آمدین. لالای حاکم جان دنیا ورد علیکم سلام. پنجکن تیوی دنیا ورد خوش آمدین بله. خب این رو کار کردیم، میگذاریم به تمرین دیگر. در اینجا نگاه کنیم look read and write، میگن نگاه کن بخوان و بنویس. رسم یکم she drive her new car، she drive her new car. این رو جمله خبری کردن در کار. جمله خبری در زمانی present continuous، در زمانی یعنی حاضره دوامدار. خب حاضر یک دقیقه. خب همین قضیه مونده است، یک جای کار میکنیم. خب نویسین رقم یک جمله رو پر کنید، رقم دو مثلا جمله رو پر کنید. خب یاسمین هفتم sitting بله درسته. علی خیرات driving singing running watching sitting writing بله درسته. علی خیرات بهترین درست. سلام دوستان عزیز، شب قدر به همه شما مبارک. خدای مهربان همه مسلمانان دنیا رو نگهبان باشد آمین. تشکر زیاد. ولاگ آشخانه تجه سلامت سربلند باشین. حاکم جان و علیکم سلام، رحمت به شما هم مبارک باشد انشاءالله. رحمت لالای برای لایک تشکر زیاد. امشب شب قدر بله دنیا بود سلامت باشین. ولاگ آشخانه با شما نیز مبارک. ولاگ آشخانه تجه حاکم جان سوز انشاءالله. دلشد تجه she driving her new car. یک لحظه she driving she is driving. خب she is driving her new car این خیلی می شود she is driving her new car. Black Sea she driving her new car یعنی Black Sea she is driving her new car. چگونه که علی خیرات جواب دادن، جواب علی خیرات درسته، یعنی که وای عینی حال رانده ایستاده است، یعنی زمانی حاضره دوامدار است. جواب علی خیرات درسته. she is driving her new car نادرست. Black Sea دلشد تجه she is driving her new car بله دلشد تجه درست. رسم یکم درست، جوابتون درست. با رسم دوم بگذاریم. رسم دوم جمله انکاری است، جمله منفی. رسم دوم
185 she is driving her new car. بله درسته. جواب یاسمین نیست درسته. حاکم جان تیوه یاد بگیر در کارت میشه و بله دلشاد تیجه we are not running. We are not running. بله درسته. جواب دلشاد تیجه درسته. We not running. We are not running میشه بلکسی. The new world we are not running. بله درسته. جواب دلشاد تیجه و the new world درسته. رقم 3 جمله تصدیقی است. رقم 3 جمله تصدیقی. Black Sea we are not running. بله درسته. Black Sea درست. علی خیرات we are not or aren't running. بله we aren't we are not یا اینکه we aren't. بله منظور تو اگر همین شکل کوتاه شده باشد بله درسته. دلشاد تیجه they are writing a test. They are writing a test. خب یک لحظه they are writing a test. بله یعنی اونها امتحان نوشته شدن درسته. دلشاد تیجه جوابتون درست. یاسمین we are not running درست. یاسمین جوابتون درست. دنیا world they are writing a test درست. دنیا world جوابتون درست. تمرینی 4 میگذاریم. علی خیرات they are writing a test. بله درست. علی خیرات جوابتون درست. رقم 4 جمله سوالی است. جمله سوالی در زمان حاضره دوامدار. رسمی 4 خب ولوگ آشخانه تجه مایلی خیلی دوستان منم میبرم نماز خونم تا افیری اپایش الله. خب خوش آمدین ولوگ آشخانه تجه. سر 85 یاسمین say they are writing a test. بله درسته. دلشاد تجه you are sleeping. نو درست. کلمه جمله سوالی است. دنیا ورد are you sleeping. بله درست. دنیا ورد جوابتون درست. دنیا ورد جوابتون درست. علی خیرات are you sleeping. بله درست. فقط علی خیرات پ یک بار تکرار می شود دو بار نمیاد یعنی sleeping نمی شود و یک پ می شود. علی خیرات جوابتون درست. are you sleeping. دلشاد تیجه are you sleeping جوابتون درست. Black Sea are you sleeping جوابتون درست. میگذاریم بر رقم 5. ماشاءالله امروز خیلی فعال هستین و فهمیده میشه که کتاب رو بهوده تمام نکردین ده یعنی یک چنین چی یاد گرفتیم. البته بسیاری از دوستان به این هم بهتر کردن کتاب ما هم نیز میدونن انگلیسی را لیکن یک کمی بهبودی هست ان شاء الله در روند آموختن زبان انگلیسی. ولوگ آشخانه لایک موندم ویدیو نو موندم خبرگیری تشکر زیاد. خب دنیا world is he swimming. یک لحظه is he swimming. بله جمله سوالی است درست است. دنیا world جوابتون درست. علی خیرات he is swimming. علی خیرات جمله سوالی است. نیو کنیم question mark است یعنی they are not studying. 5 گذاشته نه دنیا world یک لحظه they are not studying. بله درسته. they are not studying درست. دنیا world دلشاد تیجه is he swimming. is he swimming. بله درست. رقم 5 he is swimming. Black Sea نو درست. پرسپلنسی تیجه السلام علیکم دوستان شب قدر مبارک و علیکم سلام تشکر زیاد بر شما نیز مبارک باشه. Black Sea is he swimming. بله درست. is he swimming می شود یعنی جواب درسته. جمله سوالی است. are you sleeping چهارم بله درسته. یاسمین جان جوابتون درست. are you sleeping. پرسپلنسی تیجه آشخانه خواهرم امشب اپایش اهلابانو افیر نمیکنن. برای چی نمیکنن پرسپلنسی تیجه؟ چون که بعد از افیر ما همیشه عادت است که به درس ادبیات میریم. دلشاد تیجه ششم they are not studying. بله درسته. they are not studying درست. they are reading. علی خیرات they are reading. علی خیرات در اینجا جمله یعنی جمله اینکاری است. مثلا they are not studying جمله منفی.
Like see they are not studying. بله اونها درس تیار نکرده‌اند، یعنی که اونها مطالعه ندارن، اونها مثلا بله مطالعه خواندن رو استادی میگوین. اونها شاید اون گازت رو تماشا دارن یا اون مجله رو مثلا. گفتن شب قدر است نمیکنم افیر پیش الله. فهمو برای که معلم امشب نماز میخونیم وقتانا نمیگیریم. گفتن بله من هم در اول افیرم اعلام کرده بودم که امروز یک کمی بر وقتتر تیار میکنیم افیره تا که وقتای مردم نگیریم. ها هزیبا درست یوسمی ششم they are not standing. بله درست والله گوش کنه تیجی فهمو دخترو خیلی منم برآمدم سلامت باشین تشکر they are not standing. بله درست الله ولی که جوابتون درست they are not studying. بله درست. خب دیگر تمرین ها رو تا اینجا کار کردیم. خب فقط همینجا مونده است تمام. شاید یک 5 دقیقه یا وقت نمیگیریم به همین افیر به انجام میرسونیم. play a memory game یعنی بازی خاطره رو بازی کن. a memory game یعنی خاطره بازی یا که بازی خاطره مثلا. play یعنی بازی کن. فعل امر در اولی کلمه در اولی جمله. قسم A رو نگاه کنیم یا A یعنی زبان انگلیسی A. look at the picture in exercise 4. picture گفته رسم میشود. exercise مشق یعنی مشق 4 یعنی میگه با مشق 4 نگاه کنید. مشق 4 در کجا بود؟ مشق 4 ها اینجا یعنی میگه که با این نگاه کنید. مشق 4 خب نگاه کردیم. بعد چی؟ ask questions about it یعنی درباره همون سوال جواب کنید یعنی بپرسین. look at the picture in exercise 4 یعنی با رسمی که در مشق 4 است نگاه کنین. پرسلینس تجه خیلی معلم خدا خواهد من بعدی رمضان درس میام. مایلش خوش آمدین پرسلینس تجه تشکر زیاد. با رسم 4 نگاه کنید با تمرین 4 نگاه کنید. then close your book and answer the questions. سپس کتاب را بپوشید و جواب دهید با سوال ها. مثل این دو نفر مثلا what's brain doing یعنی brain چیکار کرده ایستاده است. he is listening to music یعنی وای موسیقی گوش کرده ایستاده است. yes that's right بله درست است. that همون is است right درست یعنی همون درست است یعنی بله درست است. now swap roles یعنی الان عوض کردن نقش ها یعنی دو نفر همین خیلی بازی میکنه مثلا. خب دوستان گرامی در اینجا کتابی ما هم به انجام رسید و در اینجا یک تستک است. خب اگر کسی خواهد کار کند مرحمت کتاب باشد در دستش کار کند. خب اگر کسی که نخواهد با همین کتاب یعنی به انجام رسید. چند صفحه است که 85 صفحه بوده است. در اینجا 85 نوشته در اینجا 87. خب 87 صفحه بوده است. به همین کتاب امروزه به انجام رسید دوستان گرامی. Фарахманд Каримов, official. Здравствуйте, добро пожаловать, дорогой Фарахманд. خب دوستان گرامی در همین جا کتاب تمام شد به انجام رسید. خب از فردا که چهارشنبه است ساعت 9 از کتاب New Grammar Time 2 یعنی قسم دومش یا کتاب دومش خدا خواسته باشد آغاز میکنیم و از یک شما تشکر میکنیم.